دوستان عزیز توجه میکنیم به رقابت و نیروسنجی پهلوان تاجیکستان کامرانشاه اوستاپیریان مقابل حریف گرجستانیش مسورات لوکا. خوب ببینیم که کامرانشاه مقابل این حریف پرقوتش چگونه نبرد و نیروسنجی را نشان میدهد. خوب الکی از آغاز هر دو پیدا میکنند، میخواهم پیدا کنند همان لحظه های موافق را که یکدیگر را مغلوب کنند، ولی اینجا البته تجربه هر دو که خوبتر است. از همین خاطر در اولین رستش شاید یک از احتیاط کار بگیرند. خب اینجا آگاهی به خاطر کمفعالی به هر دو پهلوان داده می شود. واقعا چون یکدیگر را داشتند دیگر گوشتین نگرفتند، به همین خاطر داوری روی گلیم به هر دو آگاهی داد و همکنون هر دو احساس کردند فعالتر شدند و پیدا میکنند همون یک لحظه موافق را. خوب کامرانشاه کوشش میکند که این پرتاف را استفاده برد ولی نتوانست. حریف نیز خیلی خوب پای برد و نگذاشت که کامرانشاه این عمل کرده را به انجام رساند. خوب متاسفانه اینجا با اصول ایپان مسورات لوکا توانست پهلوان ما را شکست بدهد و البته که ما اینجا میخواستیم که همان مهارت خوبی کامرانشاه را ببینیم، ولی چون گفتیم حریف اون نیز یک رقیب خیلی پرقوت است و توانست که